أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام على السيدة الجليلة الجميلة، السلام على السيدة المعصومة المظلومة ذات الأحزان الكثيرة في مدة قصيرة، المجهول قدرها، الممنوع إرثها، المضروب وجهها، المقتول ولدها. قال السليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ قال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري عن مولانا موسى بن جعفر عليه السلام كان سبب وفاتها أن قنفذ مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا ومرضت مرضا ولم تدع أحدا ممن آذاها يدخل عليها. يا صلوات بفرستید. قرآن کریم یه سری دستوراتی رو دارد نسبت به خانه پیامبر و نسبت به خانه های مردم. خانه پیامبر چون پیامبر خداست و رهبری و هدایت جامعه رو به عهده دارد، باید پیام خدا رو به اونا به واسطه وحی برساند. لذا خداوند متعال میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. وارد خانه پیامبر نشید مگر به شما اذن بدن. ذیل این آیه کریمه مفسرین این گونه نوشتند که پیامبر یه ولیمه‌ای داده بودند، 3 نفر بعد از اینکه ولیمه تموم شد، طعام تموم شد، طول دادند جلوس رو. پیامبر از اون مکانی که ولیمه بود خارج شدن، به حجره همسرشون تشریف آوردن، برگشتند، اینا هنوز نشسته بودن. لذا این آیه نازل شد که وقتی که شما رو دعوت میکنن برای طعام، این پیامبر خداست، باید مردم رو هدایت کند، وقتش مغتنم است، طول ندید، زود برید. بعضی ها جور دیگه بیان کردند. خب میدانید خانه پیامبر خانه جوده، خانه کرمه، مردم زیاد در خانه پیامبر می آمدند و حاجات خودشون رو طلب می کردند. برای اینکه پیامبر اهل بیتش مستور باشد و در هر حال خانه پیامبر است، پیامبر ارتباطش با خداست، فرمودن که شما اگر کار داشتید خانه پیامبر اجازه بگیرید بعد وارد شید. بعد قرآن کریم جهت
حفظ عفت عمومی دستور میدهد یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. اگر میخواید خونه کسی برید اجازه بگیرید، تستأنسوا، اجازه بگیرید، بعد اگر اونجا رفتید سلام کنید. بعد قرآن کریم میفرماد خداوند متعال در بعضی از این بیوت دوست دارد که نامش ذکر بشه. وقتی امام هادی روحی له الفدا مریض شدن، علی ابن بلال رو مأمور کردند بروند زیر قبه امام حسین علیه السلام براش دعا کنن. فرمودن یه کسی رو پیدا کن بره زیر قبه برا من دعا کنه. بعد آمد بیرون، رفیقش رو دید، گفت امام دنبال همچین شخصی میگردد. گفت برا چی بره زیر قبه امام حسین؟ بروی زیر قبه امام حسین، برو بگو آقا خودت از خدا بخوای خدا حاجتت رو میدهد. میگه برگشتم به امام این جمله رو گفتم، امام فرمود خداوند متعال دوست دارد که بعضی جاها ذکر شود، ولذا فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در بعضی از جاهاست خدا دوست دارد که نامش رو ذکر کنن. بعد حجت رو هم تموم کرده، گفته مردم باید یک کاری کنید که مورد پیامبر خدا و خداوند متعال رو آزار ندید. یعنی کاری نکنید که در هر حال موجب غضب اونها شود. نهایت چیز فرمود الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. یعنی اینایی که موجب ناراحتی خدا میشن. پیامبر البته میدانید خدا ناراحت نمیشه، اما خدا از ظلم بدش میاد. اگر کسی به شخصی ظلم کند خداوند متعال از او نمیگذرد. خانه فاطمه زهرا مصداق بارز آن جایی است که خداوند متعال اراده کرده است او رو ذکر کنن. چون وقتی که این آیه نازل شد خانه فاطمه نازل شد. سوال شد یا رسول الله مراد از این آیه چیست؟ فرمود بیوت الانبیا، خانه های پیامبران. سوال شد از پیامبر اکرم یا رسول الله این خانه‌ای که ما در آن هستیم، این خانه‌ای که در آن هستیم آیا مصداق این آیه قرآن است؟ فرمود من افاضلها، از موارد برتر است. به خانه حضرت هجوم بردند. اولا قرآن کریم میفرماد اگر خواستید جایی برید اذن بگیرید از صاحب خونه. فاطمه زهرا سلام الله علیها دو جا ماهیت اینا رو روشن کرده. یکی وقتی که خطبه خواند آمد مسجد، فاطمه زهرا رسالت داشته، حجت خدا بود، چون باید یک کسی خارج میشد که به پیامبر نزدیک بود، کلمات پیامبر رو خوب میدانست، شب و روز با پیامبر بود، پیامبر او رو به مردم معرفی کرده بود. اگر امیرالمؤمنین می آمد می گفتن این دوتا خلیفه است با هم درگیر شدن اختلاف پیدا کردن. اگر طلحه و زبیر می آمد همینطور. باید صاحب خانه می آمد تا حجت رو تمام کند. آمد خطبه خواند.
یه جمله‌ای گفت ماهیت اینا رو روشن کرد. اولین جمله این بود و اشرکتم بعد الایمان. این ایمانی که فاطمه زهرا روحی لها الفدا میگه ایمان ظاهری بود، چون اینا ایمان نداشتن. و اگر بخواهید به مصداق بارز این مورد برسید، ایمان اینها، اون نامه‌ای که دومی به معاویه نوشته است که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده مراجعه کنید. فرمود اشرکتم بعد الایمان، شما مشرک شدید بعد از اینکه ابراز کردید که ما ایمان داریم به پیامبر. بعد فرمود ظهر فیکم حسیکة النفاق. این حسیکه، این گیاهی که تازه از زمین میروید که بعد آب میخوره رشد میکنه، این بهش میگن حسیکه. میگه شما این جوانه نفاقتون روشن شد، تا حالا ابراز نمی کردید، ولی پیامبر که از دنیا رفت ابراز کردید. حتی زمانی که پیامبر در بستر بودن و اون لحظات آخر رو میگذروندن، اینا نفاقشون رو بیان کردن. شما مشرک شدید، شما منافقید. و آخرش فرمود و الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. و اعلام کرد که شما کافرید، چون شما از دستورات پیامبر اکرم پیروی نکردید. آنچه که پیامبر برای شما یادگار گذاشت تخطی کردید. وقتی که به خانه هجوم بردند، مردم اعتراض کردند این دختر رسول خدا بود، تا دیروز پیامبر این همه مقام بهش میداد. شما که خلیفه مسلمین هستید، به اصطلاح خودتون اولاست که نسبت به فاطمه زهرا احترام بذارید. به خانهش هجوم بردید، بین در و دیوار قرار دادید، محسنش رو سخت کردید، به صورتش سیلی زدید. ملاقات خواستن بکنن با حضرت زهرا. فرمود نمیپذیرم، اینها به من ظلم کردند، باید مردم بدانند و تا ابد باقی بمونه که من از اینها راضی نیستم. امیر المؤمنین روحی له الفدا رو واسطه قرار دادن که شما واسطه بشوید تا فاطمه ما رو بپذیرد. ببین ادب فاطمه رو، البیت بیتک، خانه خانه توست و من عبد تو ام، هر چی تو بگویی یا علی. آمدن نشستن تو مجلس، فاطمه زهرا روحی لها الفدا روشو برگردون. برگشتن، باز برگشت. فرمود من با شما صحبت نمی کنم مگر یه جمله به من جواب بدید. فقالت نشدتكما بالله الم تسمعا من رسول الله یقول. میخواد حجت رو تمام کند، ماهیت اینا رو برای مردم بیان کند که زعامت مسلمین نباید دست اینها باشد. اینا لیاقت این منصب رو ندارن. پیامبر امیر المؤمنین روحی له الفدا رو معرفی کرده است. رضا فاطمه من رضای و سخط فاطمه من سخطی و من احب فاطمه ابنتی فقد احبنی و من ارضا فاطمه فقد ارضانی و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی. قالا نعم سمعناه من رسول الله. اول تأیید رو ازشون گرفت. چه گفتن؟ گفتن بله، پیامبر بارها و بارها این مطلب رو گفته. این که پیامبر وصیت فاطمه رو کرده، این در متون اهل سنت فراوان هست. اما اینا یک کاری اومدن کردن، مثل قضیه نحن معاشر الانبیاء لا نورث، اون ما ترکنا صدقه دروغه.
حاشا این که علی ابن ابی طالب بخواد با ماده مردم رو جذب کنن، اما فدک ریعش زیاد بوده. اینا میترسیدن که مال دست امیرالمؤمنین بیفتد و با فکر باطلشون امیرالمؤمنین مردم رو با پول جذب کنند. گفتن باید از اون راه پول رو باید اول قیچی کنیم. حاشا امیرالمؤمنین بخواهد از ماده برای دین خدا استفاده کند. اینا چون طبع علی قلوبهم بود، فکرایی که می جند و شیطان بودن. چرا؟ لأغوینهم اجمعین، من اینا رو گول میزنم. وقتی که گول زد اونا رو در حزب خودش قرار داد، بعد هر طرف خواست اونا رو به مسیر خودشون برد. مردمی که نامه نوشتند به امام حسین دعوتش کردند که بیا ما با تو بیعت میکنیم، این سرزمین ما مهیاس برا تو، چی شد از امام حسین جدا شدن؟ اونقدر تو جیبای اینا پول ریختن، اونقدر دنیا رو براشون زیبا کردن، یادشون رفت پیمان رو. اینا برای آبادی دنیاشون بود. والله کسی که معتقد به رسول خدا باشد، چگونه ممکن است هنوز پیامبر در بستر بیماری است مخالفت کند با آن وحیی که خداوند متعال به واسطه رسول خدا فرستاده است؟ بعد که گفتن بله ما این رو شنیده ایم، یه مهری زد براشون. فانی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی ولئن لقیت النبی لاشکونکما الیه. گفت به خدا قسم، به ملائکه خدا قسم، شما مرا آزار دادید، من از شما راضی نیستم و وقتی نزد پیامبر اکرم بروم قضیه رو به پیامبر خواهم گفت و به پیامبر میگویم چه ظلمی رو در حق من ابراز کردید. مسئله هجوم به خانه، این القاءاتی که گاهی میشود متاسفانه این به خاطر کمبود نوره. افرادی که نفخ فیه من روحیشون از بین میره، اون نورانیتی که خداوند متعال در قلب اونها قرار داده بر اثر معصیت، بر اثر دنیا از بین میره. اینا دیگه درک ولای اهل بیت رو نمی کنن، نمیتونن مقام زهرا رو روحی لها الفدا رو درک کنن. ابوالعاص دختر پیامبر رو، زینب رو گرفته بود، در یکی از جنگها اسیر شد، آوردنش پیش پیامبر. پیامبر فرمود تو را آزاد میکنم بری، به شرطی که دختر من رو بفرستی بیاد. رهاش کردند، زینب رو فرستادن پیش پیامبر. مشرکین خبردار شدن، گفتن دختر رسول خدا برود و مورد آزار قرار نگیرد. حبار یا جبار ابن اسود رو مأمور کردند که وقتی زینب حرکت کرد او رو اذیت کن. نیزه اش رو آورد بالا، زد به محمل زینب. زینب حامله بود، بچهش سقط شد، ترسید. وقتی آوردن پیش پیامبر، به پیامبر گفتند که یا رسول الله این زینب حامله بود اما توی راه این مصیبت رو به سرش آوردن. مباح کرد خون اون کسی رو که زینب رو ترسانده بود. ابن ابوالحدید معتزلی میگه من این قضیه رو خواندم، بعد به استادم ابی نقیب گفتم استاد اگر پیامبر زنده بود و اینایی که به خانه حضرت هجوم بردند چه حکمی رو صادر میکرد در حق اونها؟ میگه استاد من گفت همون حکمی رو که
در حق کسانی صادر کرد که قلب زینب رو به درد آوردند، دختر پیامبر رو. این روایت رو یه نفر معتزلی، آقایون این اهل سنت گاهی وقتی مطالبی میرسند که به نفع اونها نیست، متهم میکنن طرف رو شیعه است یا یه جوری توجیه میکنن، از جمله همین ابن ابوالحدید معتزلیه. اولا ابن ابوالحدید معتزلیه. چرا؟ میگه من بر طبق مذهب جاهدم. جاهد خودش معتزلیه. معتزلی در زمان عبدالملک مروان اینا قائل بودن که عقل در درک اسلام کافیه، اگر عقل با حدیث معارضه کرد عقل مقدمه، لذا انسان در کاراش و گفتارش آزاده. این ابن ابوالحدید معتزلیه. دلیلم دارم. اولا ایشون میگوید در کتاب خود در خصوص خلافت امیرالمؤمنین این خبر نه از محدثین نه از اصحاب نرسیده، بلکه این قول شیعه است. میگوید واقعه دار ثابت نشده، از طریق ما نرسیده است، بلکه عده‌ای از شیعه اونو نقل کردن. بعد تو همین مقدمه دارد الحمدلله الذی فضل المفضول علی الافضل. حاشا لله انه مفضول رو بر افضل مقدم کند. این خودش دلیل بر این است که اینا گیر افتادن. مگر ممکنه کسی که صفات کمتر و فضائل کمتر باشد بر کسی که فضائل برتر دارد مقدم شود؟ البته برای دومی اولی فضائل نبوده، اون کلام اون من دارم نقل میکنم. لذا قرائن فراوان است که این سنی معتزلی است و این روایت رو نقل کرده. خب این روایت داله بر چیه؟ وقت امام تموم شد. روایت داله بر این است که واقعی هجوم واقع شده. یه روایت هم اجازه براتون بخونید، نه تنها امر به هجوم به خانه کردند، بلکه امر کرده است که با آنها بجنگید اگر بیعت نکردند. اسماعیل ابن ابوالفدا در تاریخ ابوالفدا نقل می کند ثم ان ابابکر بعث عمر ابن الخطاب الى علی و من معه لیخرجهم من بیت فاطمه و قال ان ابوا علیک فقاتلهم. اگه نیامدن بیرون بیعت نکردن با اونا بجنگ، مگر در جنگ حلوا نذر میکنن؟ درگیر میشن، کشتن هست در بین. فاطمه پشت در آمد. چرا؟ برای اینکه حجت خدا بود. یه کسی باید میآمد پشت در که مهر تأیید شیعه رو بزند. یه کسی باید پشت در میآمد که پیامبر او رو تأیید کرده بود، شب و روز پوش پیامبر بود. آمدن پشت در، امان ندادند آقایون، امان ندادند. گفتن فاطمه در خانه است، یعنی دختر رسول خدا، یعنی اون کسی که پیامبر اکرم شب و روز وصیتش رو میکرد. وقیحانه جواب داد، گفت و این فاطمه باشد. در خانه را آتش زدن، در بین شعله در هجوم بردند. معذرت میخوام سادات، بعضی مورخین نوشتن فاطمه چادر به سر نداشته، لذا به پشت در پناه برد که خود را حفظ کند. از پی حفظ حریم خیشتن، معذرت میخوام امام زمان، مرد باید پشت در آید نزن. فاطمه جان چرا تو پشت در آمدی؟ هیچ میدانی دختر خیر البشر از چه آمد جای حیدر پشت در؟ خودش توضیح داده، خودش بیان کرده.
دید مولایش علی تنها شده، خانه اش محصور دشمنها شده. گفت هیزم بیاورید میخوام خانه را آتش بزنم. گفتن فاطمه هست. گفت باشد. خانه را آتش زدن، فاطمه رو بین در و دیوار قرار دادن. چشم پوشیدم ز جان خیشتن علی جان، من جانم رو در راه تو فدا میکنم. چشم پوشیدم ز جان خیشتن، ای مغیر هرچه میخواهی بزن. بزن به علی کاری نداشته باش. این در کاشانه این پهلوی من، این غلاف تیغ این بازوی من. گویا مغیره و خالد ابن ولید مسابقه داده بودند. اون با غلاف شمشیر میزده، اون تازیانه میزده. در دیوار مدینه رو فاطمه شاهد گرفته. شهر مدینه شاهد مظلومی من است، بر قامت کمانی من گریه می کند. از درد شانه شانه نشد موی زینبم. روز آخر ام سلمه میگه خانه رو تمیز کرد، دستش به دیوار بود حرکت میکرد. صدا زد زینبش رو دخترم بیا موهات رو شانه کنم. از درد شانه شانه نشد موی زینبم. این گل به ناتوانی من گریه می کند. نگاه به صورتم می کرد، می دید نمی توانم دستم رو بلند کنم. دیگر حسین را نتوان بغل کنم بگم امام زمان تو باید بیای مصیبت مادرت رو برا ما بخوانی. امام زمان نبودی شعله آتش ببینی بمیرم، نبودی غربت حیدر ببینی. امام زمان خدا را شکر در کوچه نبودی، مگه چه خبر بود در کوچه که سیلی خوردن مادر ببینی. یه روزه زینب خونده دل همه رو سوزونده. میگه من ایستاده بودم بمیرم، یه کودک بود زینب. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گهی به خانه میزد. خیلی زیبا گفته شاعر، یعنی مادر من رو امان ندادن، هر جا فرصت دیدن به مادرم ضربه زدن. گردیده بود قنفذ همدست با مغیره، او با غلاف شمشیر او تازیانه میزد. با هم مسابقه گذاشته بودن، به مادرم ضربه میزدن. زینب یه منظره‌ای بالای تل زینبیه دیده، ببینم آماده یا نه. والله اگه روز شهادت فاطمه نبود نمیخواندم. و شمر جالس علی صدره، بر سینه سید الشهدا نشست. و مولع سیفه، شمشیر خود رو بیرون آورد. قابض علی شیبتک المقدسه، محاسن رو به دست گرفته بود امام زمان. او می نشست و من می نشستم بمیرم زینب. او روی سینه من در مقابل. زینب چه میخواد بکند؟ چرا بر سینه سید الشهدا نشست؟ او میکشید و من میکشیدم. او از کمر تیغ من از آه جانان.